خب حالا باید اتاق سلطان خواهر آماده کنم. چی ضرورت از جانم؟ فقط که دیگه اتاق نداریم، مهمان خانه داریم، ده اونجا می باشه. درست است خانم. راستی دوشکشانه تبدیل کنم؟ چرا؟ شاید کهنه و سخت شده باشه. مهمان شما خود سال خورده است، شاید درست خوابیده نتونه. آها تو راست میگی. خب پس با مراد میگم که یک تخت نو برش بیاره. درست است؟ درست است. فردا صبح یک فهرست آماده میکنیم. دو تمام غذایی که مامایم خوش داره باشه. او پشت غذای اینجا بسیار دق شده. البته آماده میکنیم خانم منور، اما اول باید یک لیست خریداری ماهانه را جور کنیم. یعنی اگر الماری را ببینن کاملا خالی شده. درست است. فهرستتان آماده کنین. مراد رفته از بازار میگیره میایه. خوب است، پس همین کار میکنیم خانم. وقتی که خانم امیده صحتمند بودن کلی چیز خوب پیش میرفت. راستش بگویم سلطان خواهر تمام لیست آماده میکرد. خاله سلطانه دیگه اینجا نیست و دیگه هیچ وقت نخواد بود. یعنی که باید خودمون دست به کار شویم. باز چرا هنوز اتاق را به حال خودش ماندین؟ اونجا را خالی کنین، با جای کدام استفاده کنین. درست است خانم. به هر صورت قسمه که گفتم فردا یک فهرست آماده کنین که مراد بره بیاره. درست است؟ در مورد دیگه گپا باز بعدن گپ میزنیم. خیرت باشه دخترم. به خاطر مامای آمادگی میگیریم پدر جان. چیزی میخواستین؟ من میخواستم آب بنوشم. امیل برتن مندازم. بفرمایین. زنده باشی دخترم. نوش جانتان. خب دیگه شب بخیر. آی پدر جان پشت مامای بسیار زیاد دق شدیم. از اینکه میگه بسیار خوش هستم. به تو چی دروغ بگویم دخترم؟ راستش من هیچ امیدوار نبودم تا وقتی که علی عمر برم خبر داد که او میایه. چند سال شد پدر جان؟ بسیار وقت میشه دخترم. شاید از رفتنشان 20 سال تیر شده باشه و از آخرین ملاقات ما بیشتر از 10 سال میگذره. حتما بسیار زیاد پیر شدن. البته که تغییر کرده. ببینی تو چقدر کلان شدی. اما پیر شدیم تا جایی که من میفهمم با گذشت زمان او هم حتما پیر شده باشه. پشتش بسیار زیاد دق شدیم. همین که داخل خانه شوه خودت آغوشش مندازم. واضح است. به زندانیای دیگه گفته که حامل است. وای وای بی وجدانا، وای یک دختر حامله را گشنه نگاه کردن همه طور است. چرا به مدیر شکایت نمیکنن ها؟ آیا در اونجا کدام محافظ وجود نداره؟ ما میگه گفتم اما هوا خودش نخواست. معلوم نیست که به چی مدت اونجا میمانه. گفت اگه چیزی بگویم با طفلم ضرر میرسانن. هوای میتونه شیر مادرشان از دماغشان بیرون کنه، اما به خاطر طفلش خاموش است. آسان خو نیست. وقتی موضوع طفل مطرح باشد دست پای مادر بسته میشه. خوب است که او غذاها را برش بردیم بچه. حداقل شکم هوا دخترم سیر شوه. دختر مقبوله. وای 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 وای. خیر باشه بیا این میدگی ها را بخور. آی بیچاره. دستش نخوری. ای اینجا چی گپ است؟ محافظ محافظ محافظ. چی گپ است ها؟ چی گپ است؟ چی گپ شده؟ چی؟ دروازه رو باز کنین. بخوایم یک بار زنگ بزنم باز کنین. باز کنین. خوب هستی؟ درد داری؟
محمد طفل من چیزی نشه. محمد لطفا تحمل کردن نمیتونم. اگه او رو چیزی شوه تحمل کردن نمیتونم. من نمیمانم کوره چیزی شوم. تشویش نکن. محمد مرا خانه ببر لطفا. من خواه حقیره دارم که همراه وکیلم ببینم اما تو نیست. البته اما دی وقت شب نخیر نمیتونین خانم هوا. پس کم از کم خود زنگ زده میتونم برش میگم که فردا صبح اینجا بیایه. ما زنگ زده برش خبر میتین. زنده باشین اما بعضی گپای مهم است که باید خودم برش بگویم. آمرسه از این خاطر میخوایم فقط 2 دقیقه امروش گپ بزنم. ما خب چیز زیادی از شما نخواستیم. لطفاً زنده باشی. محمد تو نیا. من میخوایم زود بخوابم فردا باز گپ میزنیم. اگه با چیز ضرورت داشتی باز حتما برم بگو. هر وقت خواستی زنگ زدم میتونی. موبایلم روشن است. میفهمم. بله. مستم هوا. گفتی هوا؟ چطوریانه؟ تو در زندان نیستی؟ همین جستم محمد. از برکتتان همین جستم. باید ببینیم. میخوایم امرایت گپ بزنم. گپ میزنی؟ با کدام روی؟ محمد گپ ما رد نکن. باید گپ بزنیم. فهمیدی؟ فردا صبح هر قسمه که میشه خود اینجا برسان. خب تو کی هستی که امرای ما قسم گپ میزنی؟ محمد گفتم که گپ ما رد نکن. فردا یک راه پیدا میکنی و اینجا میایی. اگر نه بکالگی میگم وقتی با یوسف بازی میکردم تو هم به من کمک میکردی. میفهمی کار خلاف مقررات است، اما شما ای را از ما بهتر میفهمین که ناممکن نیست. اگر در مورد ملاقاتایتان با آقا جنید یادآوری میکنین وضعیت فرق میکرد آقا محمد. گوش کنین. و هر قیمتی که میشه باید هوا را ببینم. اگر نه نمیخواستم شما را با مشکل مواجه بسازم، اما مثل هر دفعه گپ بین خود ما خواهد ماند. مطمئن باشین. خانم هوا چند دقیقه بعد اینجا میه. صبحانه تانه کمی زود بخورین لطفا. بسیار تشکر.
حرکت کو بیا. ملاقاتی داره، زود باش. ای به سر و به پا چقدر ملاقاتی داره. حالی خود تازه اینجا آمده. بانین که یک چند سال سپری کنه، باز میبینم که کسی بدیدنش میایه یا نه همی جای نشانی. من در بیرون می باشم. تو چی مشکل داریم؟ به غیر از پیدا کردن قاتل اصلی من دیگه چی مشکل داشتم میتونم محمد؟ پیدا کردن قاتل اصلی؟ تمام شواهد تو را نشان میده. یک شاهد هم وجود داره که تو را با چشمای خود دیده. محمد کی دیده؟ فقط یک نفر است. فقط یک نفر دیده. دیگرها همگی در داخل بودن محمد. فقط یک نفر دیده که هم دروغ میگه. بیبی یک بازی بسیار بزرگی است. نمیفهمم دقیقی بازی کی است، اما مرا میسوزانه. چرا به گپایت باور کنم؟ چرا به تو باور کنم؟ تو از عشقی که نسبت به یوسف داشتم خبر داری؟ به خاطر او حتی از جان خود تیر می شدم. ایران می فهمی محمد، پس نکن. باز ما و تو با هم گپ نزدیم ها؟ گپ نزدیم و برات نگفتم که تمام کارا را به خاطری کردم که امرام حسادت کنه؟ برات نگفتم که او همه به خاطری بود تا بفهمه که بدون من کسی را دوست داشته نمیتونه؟ این گپا را نمیفهمی؟ بله، حتی مرام فریب دادی. ما تو را فریب ندادیم محمد. پس یوسف چرا او شب ده اونجا بود؟ بگو نیت چرا اونجا بود؟ جواب بده. با بردن ما آمده بود، با بردن ما. قرار بود به همه کی بگویه که مرا دوست داره. بعد از اونجا میرفته، فقط باده کاملا تنها میماند و تو میماندی. صدایت قطع کو. بیازه مرا تو دی بازی های شریک ساختی. قربانی حرست شدم. بیادرم از زیر خاک روان کردی، از این خاطر باید جزای خود حتما ببینی. من نکردیم محمد، من نکردیم. مرا می سوزانن محمد. برات عذر میکنم، مرا کمک کن. اگر نی از اینجا مردیم بیرون خواهد شد. چرا با تو باور کنم؟ چرا کسی را که دوستش دارم از بین ببرم؟ یک بار فکر کن چرا او را از بین ببرم؟ در بطن طفل او را حمل میکنم. بعد چرا او را بکشم؟ اگه تو میبودی این کارا میکردی. یوسف، من بسیار تنها هستم. بسیار پشت دق شده. اگر طفل ما را از دست بدم، باز دیگه زندگی برام هیچ معنایی نخواهد داشت. بسیار پشت دق شده. پشت خنده های، پشت نگاه های، پشت صدایت،
پشت بسیار دق شده. دخترم، بدل به نبود یوسف چطور عادت کنیم؟ نمیفهمم دخترم، هیچ نمیفهمم. چطور؟ مطمئن هستی که طفلت از یوسف هست؟ درست است، فکر کنم را باور کردم. اما خانواده ما را چطور قناعت میدی؟ ما اینات انجام میدیم، یک کار میکنیم، حتما کدام راهی داره. پس تو چرا مرا اینجا خواستی؟ میرفتی و ما اینات انجام میدادی؟ تو گپ بزن و به یلماس خان بگو که نواسی شما را حمل میکنه. گوش کن محمد، اگه من تنها میبودم تحمل میکردم، اما این تفلک تحمل کردن نمیتونه. نمیخوایم طفلم در اینجا متولد شوه. لطفاً کمکم کن، قربانت شوم. کمی به وجدانت گوش کن، بالای من رحم کن. خواهش میکنم. خب حاله که یه تو گپ هست، کوشش میکنم امرای کاکایم گپ بزنم، اما تا وقتی که این کار کنم باید خاموش باشی. گپ فامیلی؟ مادر جان، دختر رو گفتن در تخت بام هستین. کار خوبه کردین که از تختتان بلند شدین. هوام بسیار عالیست. عروستان باده. طفل یوسف سخت کرده. باید بفهمین که حالیم از محمد حامل است. چیزی میخواین خانم حمیده؟ چی شده خانم شفا؟ هیچ نفهمیدم. کاملا آرام بودن. وقتی خانم باده آمد و به حرف زدن شروع کرد، ناگهان خانم حمیده ناراحت شدن. چی گپ است؟ یعنی من به این وضعیت رساندمش؟ مقصد من این نبود. فکر کنم وقت شما را دید. درست است، بس است دیگه. مادر جان، چی شده؟ از چی ناراحت شدی مادر جان؟ چی شده؟ کدام اتفاق افتیده؟ من میبرمشان خانم منور. هر وقت من میبینه همین قسم میشه.
آسان نیست باده. او وقت تو را میبینه بیادرم به یادش میایه. فکر کنم به خاطر عامله بودن تام جگر خونه است. فکر کو قبل از به دنیا آمدنش. آسان است. تمام این چیزا به ما آسان است. نسما که به ما مشکل تمام میشه. کل چیز مثل کابوس است. مثل کابوسی که هر صبح با بیدار شدنش آرزوی پایان یافتنش میکنه. چی مثل یک کابوس است؟ در مورد اتفاقات کفزیده گپ میزنیم. خیریت باشه گلم. چرا جگرخون هستی؟ هیچ. یوسف خان به یادم آمد. اون مرحومم لوبیا را بسیار خوش داشت. خداوند رحمتش کنه. آیی ای بچه مرا دیوانه کرد به خدا. چی شده؟ دیگه چی شود؟ تمام روزا نخوابیده گریه کرده رفت. بسیار نارام است. بایدم نارام باشه جانم. از پدر یتیم و از مادر ناامید مانده بیچاره. قندولک؟ ها تو گریه میکنی؟ بیا که چند دقیقه بیرون بریم. حالا مراد مشکلی بیرون رفتن نیست. در اونجا مارام نمیشه. چی گپ است؟ چی مشکل داره؟ ایش نخوابیده خانم منور بسیار نارام است. نمیفهم چرا. بیا جانم بیا جانم. بادشان در تقبام هستن. دو قهوه آماده کده ببرین. درست از بچه‌شون میبریم. گوش چی میگم؟ دلم بیچاره‌ام میسوزه به خدا. از قصر مراقبت کنه، متوجه مادرش باشه یا که از طفل مواظبت کنه. به خدا مشکل است. فردا بخیر مامایش میه. باز جشن بی پناه. باندگه دختر، یکیش فشار داره، یکیش شکر داره. گوش کو، پرستار هیچ جایی نره. باید همیشه در قصر بانه ها. به خدا راست گفتی. شرم است به خدا. ای به شما نمیزیبه. یک روز شما به مثل اونا میشین. فکر کردن که همین قسم جوان میمونین؟ درست از بابا. میفهمی امیل از کجا آمدم؟ از پیش خانم هوا. چی میگی محمد؟ دیشب برم زنگ زد. اگر نمیگفتی که یلما سر ما مشکوک شده متوجه نمیشدم، اما خواستم یک بار رفته ببینم که چی مشکل داره. خب او چی گفت؟ کدام اتفاقی افتاده؟ افتیده، اما بیشتر از چیزی که تصورش میکردی. هوا از یوسف حامله است. یعنی چی؟ فکر کنم صدای من نشنیدی. هوا حامله است و هم از یوسف. بیوز از اول میفهمیدم. این گپ چی معنی داره؟ از کجا میفهمیدی؟ وقتی در قصر زندگی میکردن فهمیدم. نتایجش دیدم. و نخواستی که با من باید بگویم است؟ میبخشی در فکرم نامد محمد. اگر بار دیگه چیزایی که میفهمیدی برم نگویی، باز شاید به خاطر تدابیر وقت داشته باشم. چی میگه؟ چی میخواید؟ در مورد هوا گپ میزنیم. میخواد که قاتل یوسف پیدا کنه. میگه که مام طفل خان جغلو رو حمل میکنه، من از اینجا بیرون کنه. بیچاره حقام داره. چی میکنی؟ به حمید مادر میگی که او حامل است؟ تا وقتی که ضرورت نشه نیت ندارم به کسی دهن باز کنم. با ما یک دانه جانشین کافی است.
دستم سوخت. چی کردی؟ تخم انداختی؟ حال من دازم کم مانده. حالا دیگه جانم زود باش جمیله. درست است. عجله کو. درست است. خیریت باشه دخترا. دایی سو وقتی آمادگاه به خاطر چیست؟ مهمان می خان صاحب. این مهمانای مهم کی است؟ مامای میایه. پروازش امروز است. فراموش کردی؟ اما بازم زیاد خوش نباشین. خانم کاکایم دای روزه با هوش نیست. اگه اعصابش خراب شد باز طرف مامای تا سلام نمیکنه. به نظرم همی بهتر خواد بود. شما چی کردین؟ اینه کوشش خودم میکنیم. کم مانده. درست است. شب روزم رای وکیل کار میکنیم. یک دوستم وکیل نامدار از خارج آمده و او هم در مورد هوا گفتم. خب او چی گفت؟ یعنی از دستش کدام کاری ساخته است؟ تمام پرونده را مطالعه کردیم و تمام اظهارات دیدیم اما درباره قضیه چیزی پیدا نکردیم. همه چیز بر علیه هواست.
نتایج معاینات امینو اسیدی که تا آزمایشگاه انجام دادید معلوم شد و دکترتان سپرده شد. تو هیچ آدم نمیشی ها؟ دیگه چقدر باید گشنه نگاهت کنم؟ تو وضعیت دستشویه هیچ ندیدی؟ هر کس که آمده دستوری خودش هسته اونجا را همو تو کسی فعلا کده. ها زباله طرفت لق لق سعی میکنه. دلمم همه قسم بد شد. بخیز اونا را پاکو حالا. ببخشی که مزاحمت میشم اما بازم یک ملاقاتی داری دختر. بخیز دیگه. حسابی را بریم خواد دادی احمق. حالا تو کجا بودی محمد؟ درست میشه که بدیدنم نامدی. آرام باش هوا. اینجا درست است؟ تو چو برم بگو. درست است یک بار بشی. حالا برم بگو چی گپ است؟ همراه خانواده‌ام گپ زدم. خب متاسف هستم. نفهمیدم. بسیار متاسف هستم هوا. کاکایم بسیار قهر است. میگه هر چی که مربوط یوسف میشه همراه خودش از بین رفت. تو چی میگی؟ تو چی میگی؟ ببین محمد دروغ نگو. دروغ نگو. این قسم نمیشه. امکان نداره محمد. محمد مرا درک کن هوا. چی را درک کنم؟ معلوم میشه در او خانه هیچ کس طرفدار تو نیست. حتی گفتن اگه امرای طفلش از بین بره ما کارش نداریم. ببین محمد قربانت شم دروغ نگو. ازت خواهش میکنم برام دروغ نگو لطفا. برات عذر میکنم برام دروغ نگو. میفهمی این طفل شانی بیادرت است. از خونه یوسف است. طفل یوسف است. لطفا برام دروغ نگو. این کار نکن. قربانت شم. حقیقت برام بگو. دردآور است اما حقیقت است. یوسف و مام زیاد ارزش داشتم و با خانواده مخالفت کردن نمیتونم. از این بابت تنها هستی. دکتر صاحب آمدن؟ همیاله در اتاق خود رفتن. بفرمایید. از آزمایشگاه برام خبر دادن. گفتن نتایج آمده. بفرمایید بشینین. ما همیاله اموره بررسی میکردم. چی شده؟ کدام مشکل است؟ متاسفانه
از چیزی که میترسیدیم همونطور شد. چطور یعنی؟ طفل من کدوم مشکل داره؟ مشکلش چی هست؟ متاسفانه خانم باده، در قسمت نخای طفلتان بسیار یک مشکل جدی وجود داره. خب حتما تداویش امکان داره. بیازو حال بسیار خورده است. شاید وقتی بزرگ شد خوب شود. ما تمام معاینات بررسی کردم خانم. اوضاع چیزی که فکر میکردم جدی تر است. شما میخواین چی بگین؟ واضح تر برام بگوین. باده خانم، میفهم که شما این طفل بسیار میخواین، اما این را باید شما سخت کنین، مجبور هستین. نه، امکان نداره. من طفل خود سخت نمیکنم. او را سخت نمیکنم. سختش نمیکنم. امکان نداره. ما شما را کاملا درک میکنم خانم باده، اما شما انتخاب دیگه ندارین. به خاطر که اگه او را به دنیا بیارن طفلتان زنده بودن نمیتونه. الو، زیاد ناز نکو، بلند شو. اول برو تشنابار خوب پاکو، بعد از او بیا و اینجا را جارو که حالا دیگه. کثافت خودتان پاک کنید احمقا. تو میخوایی چی کنی ها؟ تو میخوایی چی بگویی احمق؟ الهب کنید. الهب کنید. بس این لوده دیگه از حد خود گذاشته، باید عقلش از سرش بیارم. احمق! ما از اول برای تمام قوانین گفته بودم، همونتون نیست؟ ها؟ گفته بودم اگه زد کنی یک لگد محکم ده شکمت میزنم. باز تفلم گفته گریه کنی، اما تو گپ ما جدی نگرفتی. معلوم میشه که جزای گناهی تو را طفلی که در شکمت است باید ببینه. بشرف اشترا کنین احمقا. این دختر حامله است. ایلوش کنین احمقا. این چه قسم کار است؟ وظیفتان همیز کرد که سزا بتین؟ اگر میفهمیدم که دختر حامله است حتی اجازه نمیدادم که به اتاق بیارنش. اما یک گپ بفهمین که هر کس از این به بعد هوا را اذیت کنه مرا در مقابل خود میبینه. فهمیدین یا نه؟ مویایتان دراز شده مادر جان. مویایتان براتان بسته کنم مادر؟ بسیار وقت میشه بسته نکدین. کم آرایشتانم کنم. بعد از او در تخبام چای می نوشیم. چی نظر دارین ها؟ پس شروع میکنیم. فقط کدام پادشاه کار کردن نفسم برآمد. راست میگی به خدا. دختر من خبرت گفتم که از این منور خانم خانه جور نمیشه. بیبی ما اینقدر غذا پخته کردیم بیفایده. 50 دفعه برات گفتم دختر کسی که قرار است بیایه آدم مهمه است.
مرا چی که مهم است حالا باید هر روز همه غذا پخته کنیم. آی جمیلا تو خو مهمان از اومدن پشیمان میسازی به خدا. حالا که ما یک قسم غذا را پخته کردیم بازم میده خانم اینا را خوردن میتونه؟ میگه چربی دارم، شکر دارم، ای دارم، او دارم. باز بیادرش چی بخوره جانم؟ ها؟ پس معلوم میشه که ما تمام غذاها را فقط به خود پخته کردیم. تمام اینا را امشب ما تو نوش جان میکنین دختر جان. اون آمد. بفرمایید. روزتان بخیر. من علی عمر هستم. راست میگین؟ میبخشین من شما را هیچ نشناختم. شما حق دارین. من بچه آصف نارلی هستم. علی عمر. پس آقا آصف کجاستن؟ نیک از پشت شما میهن؟ نه خیر، من تنها آمدیم. فکر میکنم به خاطر که پدر من آوردیم مرا داخل اجازه نمیتیم. استغفرالله خواهش میکنم این چی گپ است بنا شما رو نشناخت از خاطر بفرمایین بیاین داخل. چرا قسم ساده سن احمقا برین یک گلاس قهوه برین بیارین حالا. همین میارم خواهر. خداوند از سروسی باشه. دختر بیبی چی میگه؟ قبل از اینکه خدیجه خواهر ببینه خدا اصلاح بساز. تقسیمه نباش. اگه دختر تازه نفس اداره نکنی بزودی با مشکل مواجه خواهد شدیم دختر. فهمیدی؟ نه ترس تا که حسابش خراب نسازه غرضش نمیگیره. فقط تو متوجه خودت باش. به نظرم از مکده تو از اون میترسیم. وای یک همی گپ کم بود. تو چرا صبر کرده حالا برام کمک کردی؟ ما به تو کمک نکردیم، به طفلت کمک کردیم. به طفلم چرا کمک کردی سودا؟ تو را به طفلم چی غرض؟ مام حامل هستم. چی؟ منور خانم چی گپ شده؟ میمانتان آمد. آیسته گپ بزن که مادرم خبر نشه. حالا کجاست؟ در پایین هستن. یادم میاد سابق داخل اینا همیشه شیرینی داشت. بعضی چیزا در این خانه هیچ تغییر نکردن. سلطانه خاله کجاست؟ بازار رفته؟ در قصر نیست خان صاحب. ماما جان؟ مینوگک بیادر؟ تو چو تو اینجا آمدی؟ پدرم برام نگفتن که تو میایی؟ راستش پدرت هیچ خبر نداشت. خوش آمدی. خوش باشی جانم.
طبق معمول کمبودی در پرداخت مشتریای ما را ناراحت می سازه. دلیل کمبودی ها را پیدا کنین. اما یک مشکل داریم آقا محمد. در آخرین جلسه با یوسف خان درباره وضعیت گفته بودم. تنها این مشکل نیست محمد خان. با خوازی جدید که قرارداد کردیم ما مشکل داریم. مثلا چه قسم مشکلات؟ معلوم دار است که در ملاقات دیروز جلسه اونا را رد کردیم. حال اونا نمیخواین امرای ما جلسه بگیرن. پس باید کم کم بال ساختن مشکلات شروع کنیم. همونطور نیست؟ اول باید به خاطر قرضه با مدیر بانک جلسه بگیریم. البته اما به خاطر هی کار باید صلاحیت امضا را داشته باشین. به نظر متوجه نیستین که از این بابت فقط من شرکت اداره میکنم. میفهمم، اما باید تمام مدیرای ما توسط رای گیری دیگرایی را قبول کنن آقا محمد. این کارها سمبولیک است. شما کار خود شروع کنین. اگر لازم شود من مدیرها را جمع میکنم. اگر دخترت قدر اصرار نمیکرد شاید امشب پیش تو می بودیم. اما میفهمی که دخترت چی میگه؟ از اینجا جدا شدن نمیتون. زیاد اصرار نکو جلال، زیاد سرش فشار نیار. بیا از روزای سخت را سپری میکنه. دیروزا کاملا به همکاری خانواده خود ضرورت داره خانم. از دستو خانواده چی بلایی که سرش نامد. حالش تو دختر خدا پیشون ایلا کنه و بیایم ها؟ گفتم که سرش فشار نیار جلال، نشه که باز با کدام دیوانگی دست بزنه. تشویش نکن. ما هم به اندازه تو دختر خودم میشناسم. تمام دلایل را که او میخواه به خاطرش اینجا باشه دانه دانه از بین میبرم. مجبورش میسازم که با ما بیه. داخل بیا. وقت دارین آقا جلال؟ به هر صورت باز من دوباره برات زنگ میزنم. من فعلا کار دارم. گزارش کارهای که امرای خان جیغلو دارین آماده ساختم. باش که میبینم. مادر جان، از یک جای بسیار دور مهمان داریم. به خاطر دیدن شما آمدن. همه جان، همه جان من بسیار پشتتان دق شده بودم. اوف خواهر اوف، باز اینا سبزی روان کردن. به نظرم دیگه اینجا چیزی پیدا نمیشه. دیوانه شدیم به خدا. آدم میشدین و خودتان غذا پخته میکردین. تنبل هستین دیگه.
هوا ها بیا که غذا بخوریم. بگی همراه نان بخور. اگه پول من هم میگرفتن آله از کانتین به خود یگان چیز میخریدم. اونو ارزش جنگ کردن به خاطر 2 لیره ندارن. چی میکنی ها؟ بخو دختر، تو 2 نفر هستی. خب تو هم 2 نفر هستی. بخو دقیقه من نشو. توبه نزن ایره پس بگی. همی کافیز تو ایره بخو. مادر جان فکر کردم مامایم اومده پایین که رفتم دیدم کلی عمر است. بفرمایین. راستش ما گوشت سرخ شدم براتون آماده کردیم آقا. گفتن که از طفولیت گوشت سرخ شده را خوش داشتید. پیشترم گفتم بعضی چیزا واقعا هیچ تغییر نمیکنن. هنوزم کارگرای قصر درباره ما معلومات دارن. تشکر میکنم. گذشته را به یادم آوردی. حتی هوایش هم هیچ تغییر نکرده. به نظرم زمانم سپری نشده. کل چیز کاملا مثل سابق است. اما تغییر کرده. مثلا من دیگه مینوگک نیستم. توی قسم فکر میکنی تو همون مینوگک هستی مثل گذشته همون چاقه. خب حالا تو درباره خود بگو. مثلا عروسی کردی چی کار میکنی؟ بعد از ختم دانشگاه عروسی کردم که با هم زیاد دوام نکرد. با هم توافق نکردیم. اما درباره وظیفه ادایی برای هیچ کدام مشکل نیست. در یک شرکت بزرگ تولیدی کار میکنم. اوه علی عمر خان. خب مامایم چرا اونا نامدن؟ زیاد دلش میخواست که اینجا بیایه. پشتتان بسیار دق شده بود، به خصوص پشت عمیم. همیشه نام عمیم سر زبانش هست. دکتر برش اجازه نداد. تکلیف جگر داره. وقت برش اجازه پرواز ندادن باز من به جایش آمدم. شفا باشه. دفعه بعد که پدرم خوب شدن همراه اونا یک جای میایم. درست است همه جان؟ اما با زودترین فرصت. درست است؟ پدرت کجاست؟ خانه نیست؟ آی فراموش کردم که برشان خبر بتم. چی میگی؟ دختر دیدی نه که چه قسم تالی داریم؟ آی گفتن یک بزرگ خانواده میه باز قصر آرامش پیدا میکنه و ما راحت میشیم. اما دیدی که بچه خود روان کرد. تو و خدایا. با ما چی دختر؟ خداوند قصر آرامش بده.
راست میگی دختر، ما منظور دیگه نداشتم جمیله. دازم بیبی که چی میگم؟ کاره بدی خو نکردیم، گفتم که خواهرزاده حمیده هستم ها. بسیار میترسم که نفهمه. آی جمیله، طرف کل چیز یک قسم عاشقانه نگاه میکنه دختر. شاید به خاطری است که در قصر فضای ماتم برقرار است. اگه ماتم نگیریم پس چی کنیم پنار؟ تا هنوز خاک یوسف خان خشک نشده. درست است جانم، هدف مخوای قسم نبود مراد. اما پشت مرده گریه کردن کار خوبی نیست جانم، گناه داره. اگه قسم از پس لازم نیست که دیگه منتظر باشیم. هر چه زودتر عروسی کنیم تا بیغم شویم و گپای دیگر آرام نشنویم. هر قدر که طولانی شو به ضرر ماست. چی دیگه؟ نوش جانتان خانما. زنده باشی. زنده باشی. سودا ملاقاتی داری دخترم، بخیز. فکر میکردی میره فراموش کردن، اما بیبی که ملاقاتی هم داره. کی زحل خواهر؟ پدرتو بیادر تو آمده دخترم، بیا. تو خوب هستی؟ خوب هستم. وقت بلند شدن چشمم سیاهی کرد. چشمایت روشن. کار خوبی کردی که آمدی بچیم. به زودترین فرصت ها مامان بخیر میان پدر جان. شفا باشه بچیم. زنده باشین حسن کاکا. دخترم بیادرت لباسای خود در اتاق خود جای بجای کد. آنه خیر پدر جان، از خوشی زیاد فراموش کردیم. هیچ زحمت نکشین، من امشب به خانه پدری خود میرم. امکان نداره که اجازه میده که بری؟ بعد از خود اتاقت آماده ساختیم. علی عمر، منور حق به جانب است، باید اینجا باشی. زنده باشین، اما پشت خانه ما بسیار دق شده ماما جان. هر قسم که تو بخوایی. پس غذای چاشته با هم میخوریم و باز برو. بیازو فقط به خاطر دیدن خانه میری، درست است؟ فهمیده شد مینوگک. از این که در او خانه بزرگ تنها باشم، اینجا پیش تو می باشم کلو لگک. بیادرم چطور است؟ از کما بیرون شد؟ نه خیر. حتی طرف چهریم هم سلام میکنین پدر؟ حتی خدا بشناس و خاموش بشی. کسی را دوست داشتن همه قدر گناه داره؟ چند ماه میشه چهره مرا ندیدین. هیچ پشتم دخ نشدین پدر؟ کسی را که آدم دوست داشته باشه پشتش دق میشه، نه پشت یک بیزد. اینجا به خاطر احوال پرسیتون آمده. با طولانی شدن دادگاه نفس کشیدن تو هم ده دنیا طولانی شد. اینا را بگی و آبروی ما را به دست خود پاک کن. بیادر، من در بطن خود طفل دارم. دختر جان او ناجایز هم میگیری و جان خدا.
به امر خداوند و به قول رسولش دخترت به خود خواستگاری میکنم. هرچی در خیر ما باشه محمود خان. اگه منو بکشن عروسی نمیکنم بیادر. من کسی دیگه دوست دارم. تو چی گفتی ها؟ چی گفتی؟ با دستای خود کفنت میکنم، از بین میبرمت. ممتاز جان، عشق من، دیروز پدرم شیرینی به یک آدم پیر داد. اگر مرگ مرا نمیخوایم شبیه که فرار کنیم. بیادر؟ لطفاً بیادر این کارا نکن. از بین میبرم تحمل. تو چی کردی ممتاز؟ با خاطر تو جوانیم تباه شدم. من با زندان رفتن نمیتونم. بیادر من با چاقو زدم. هر جزایی که بریم بتین آماده هستم. امشب همراه اون ناجایز از بین میری. وقتی فردا خبر خوش شنیدم باز پشت جنازت میایم. هر وقت که لکه ننگ پاک شد باز او وقت سر ما از زمین بلند خواهد شد. بسم الله. تو هستی دختر؟ چی کردی؟ پدر بیادرت دیدی؟ حتما دق شده بودی نه؟ مامچی سوال کردم. حتما دق شده بودی؟ خوب بودن. پدرم گفت زیاد پشت دق شده بودم. کل چیز واقعا عالی است. نوش جانت بیادر جان. کباب میخوایی برات بانم؟ حالا اگه 3 روزم غذا نخورم گشنه نخواد شدم. آفرین دخترم، تمام چیزها را خوب برنامه ریزی کردی. نوش جانتان کاکا جان. راستش کوشش کردم غذایی را که مامای خوش داره پخته کنم، اما نصیب بیادرم بوده. خوب است که ذوق ما و پدرم یک چیز است. تمام کار ما رو پیش میبره. به هر چیزی که ضرورت داشته باشیم برای ما میاره. دخترک مقبول من. البته با مادرم نمیرسم. هر چی از دستم بیایه انجام میتم. بخیر یک دفعه مادرم خوب شد دیگه کدوم غم ندارم. از اینا بگیریم خانم سلطانه، اینا خوبش هستن.
پوست اینا دبل است، از قسم نرمترشان بگیرین. اینا بهتر هستند، بسیار مزه‌دار مثلا قرشید. اسد قیدشه و مناد در روز میشارن از اینا بگیریم خوب است. نه خیر برد، گفتم که از اینا میگیریم و قرشید. سر گپ ما گپ نزن. بیادر 3 کیلو از امی طول کو درست است. حالا دیگه زود کو. چرا گپ ما رو گوش نمیکنیم؟ ما برات چی گفتم؟ گفتیم اینا رو نمیگیریم، از اینا میگیریم، اونا رو به ما بتین آقا. آزاردویشان بگیرین بیادر، دلی انگه من اشکنانه. با خدا راز گفتی بیادر جان دایی. دنیای دروزه کسی را به خاطره دادانه بانجان رو میخفن نسازیم. از اونا هم بته 3 کیلو آزاردویشان بته.